شادیگل غایبova زیاده از 10 سال است که در خانه کودکان شهر ترسونزاده با تعلیم و تربیت فرا گرفته شده است. او در صف 4 میخواند. بنابراین تعلیمش در این دبستان باز در محفل ها نیز کسب میآموزد. در وقت خالگیم در محفل های گوناگون میروم. دوزنده، بافنده، محفل پخت و پز، کدبانو میروم. هم خوراک های گوناگون را یاد میگیرم. شماره کودکان عین زمان 173 نفر بوده، 51 نفرشان دختران میباشند. باید گفت که در اینجا برای از خودکنی کسب‌های گوناگون محفل ها عمل میکند که در آن همه کودکان با کسب آموزی مشغول میباشند. منتاری خود را به اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان میرسانم که چنین شرایط را برای ما مهیا نمودند. جواباً به غمخواری های دولت و حکومت در آینده به خوانش خوب و اعلی با حلق و وطن خدمت می نمایم. خانه کودکان شهر ترسونزاده دستور سپارش‌های حکومت جمهوری تاجیکستان را سرمشق کار خود نموده تمام چاره‌ها را برای تعلیم و تربیت و نگاهبینی کودکان عملی می‌گرداند. همچنین ماموریت برای گذراندن زمستانی سال‌های 2017-2018 از زمین‌های یاررسانی نزد مؤسسه زراعت‌های کشاورزی را جمع‌آوری و ذخیره نموده است. امروز با باوری گفته می‌توانیم که دوره زمستانی سال جاری با تمام شرایط‌ها در مؤسسه ما آمادگی موجود می باشد و خوابگاه‌های بچگانه ما با سیستم گرمایدهی برقی پورا تامین کرده شده است. اینچنین موادهای غذایی نیز برای دوره زمستان گذرانی در مؤسسه پورا ذخیره کرده شده است. ماموریت خانه کودکان شهر ترسونزاده برای پیدا کردن شرایط‌های خوبی تربیت کنندگان در گذراندن زمستانی سال‌های 2017-2018 تمام امکانات‌ها را استفاده می‌برد.